حبیب خدا میگوید ای طایفه زنها، ای زنهایی که امروز صاحب شوهر هستید، خطابه به سوی زنهای صاحب شوهر هست. ای زنهایی که شوهر دارید، فراموش نکنین که بزرگترین حق بالای شما حق شوهر است. از همه بزرگترین حق بالای تو حق شوهر است. حتی حق پدرت نیست، حق مادرت نیست، حق معلمت نیست، حق داملای محلت نیست، بلکه حق شوهر بالای تو میسته. از همه این حق ها دیده بالای تو اولین حق شوهر دارد. از این خاطر باید حق شوهر پایمال نکنی. مادامی که حق شوهر که پایمال کردی، خداوند این گونه غضب ها دارد. به خاطر یک گویم چند مبلغ یک حیات شیرینی که در بین شما چندین سال دوام داشت، امروز کنده شد. به خاطر چی؟ به خاطری که تو حق شوهر رعایت نکردی، تو با شوهر معامله خوب نکردی. من باوری دارم که بسیار عیبها امروز از جانب خواهرهای ماست، بسیارش. اگرچند در این بین جوانهای بد اخلاق هم وجود دارد، اگرچند در این بین مردهای گویم ظالم و مردهای نادرست فهم هم وجود دارد، لیکن اکثریت از جانب خواهر دخترها، اکثر عائله ها ویران میشه. این چنین همین خواهرم اگر من تفتیش کنم میایم باور کن به خلاصه ای که همین خیلی گویم که یک درد دل همون شوهر بیدار کرده است که شوهر این آدم دو بار روی هم طلاق داده است. خیلی در این جگان جنجال و خیلی گپ‌های نادرست از جانب این خواهر ما صدا دادگی هست. و این خاطر فراموش نکنیم که باز میگویم که بزرگترین حق بالای هر یک دختری شوهردار حق شوهرش میسته. حتی اگر مادر یا پدر حقوق ندارد که زن به اجازت شوهر خانه خودشان برند، خانه ای که 18 سال تربیه کرده است یا 20 سال در همون خانه تربیه کرده است، به اجازت شوهر دستی او را گرفته خانه بردن نمیتواند. این از حکم شریعت. حضرت عبدالله ابن عمر خدا رحمت و مغفرتش کند، یکی از راویای خیلی زیادی حدیث پیغمبر است. 1630 حدیث حبیب خدا را عبدالله ابن عمر ابن الخطاب بچه حضرت عمر روایت کردگی است.